دستتون خطریه ها، ردتون رو میزنن. لکن خفه، من که 7 کفن پوساندم، کی میخواد ردم را بزند؟ لکن اکانت هوش مصنوعی درست کردم، میخوام از سرنوشت نظام با خبر بشم. امام جان هوش مصنوعیه؟ ازش بپرسید نهار خورده؟ ابرام تو یکی طرف حساب هوش مصنوعی نشو که میزنی پاک کودنش میکنی. لکن چقدر زر میزنید. بیایید هر کدام یک سوال از هوش مصنوعی بپرسید ببینیم چه جواب میده. اول من. لکن خفه، اول خودم. اوهای هوش مصنوعی، بگو ببینم سید علی آیا میتواند این نظام ما را نجات بدهد یا نه؟ خودت هم بودی نمیتونستی این نظام رو نجات بدی، چه برسه به موشری؟ لکن خفه، من دولت تعیین میکنم، من تو دهن هوش مصنوعی میزنم. تو نمیتوانی هیچ کدام از این کارها را بکنی، چون اولا تو الان تو جهنمی، ثانیاً هوش مصنوعی هم دهن نداره. امام جان شما با این فتنگر محارب دهن به دهن نشید، بذارید من با سربازان گمنام ولایت حدشو کف دستش بذارم. ببین هوش مصنوعی، تو اصلا چیزی درباره کرونا یاب مستعان میدونی؟ کرونا یاب مستعان همون در قابلمه‌ایه که سلامی ازش روممایی کرد. هنوز که هنوزه 80 میلیون ایرانی دارند بهش میخندند. در قابلمه چیه؟ به خاطر همین بهت میگن مصنوعی دیگه، همش تحت تاثیر الفاظات دشمنی. حسین جون خون تو از این که از کثیف‌تر نکن، بسپارش به من. حاجی هوشی بگو ببینم از اینجا راه داره ما به بهش موشک بزنیم؟ تو هنوز از قمپوزهات جست بر نداشتی؟ بذار موشک‌های قبلیت به هدف بخوره، بعد به فکر موشک پرونی به بهشت باش. شما سوالاتون همه آنگوزمانیه، بذارید من بپرسم. آقا شما به من بگید آیا راهی هست من بدون درس خوندن مدرک 6م ابتداییمو بگیرم یا نه؟ آقا یکی بیاد من رو از دست این اسکل‌ها نجات بده، دیگه هوشی برام نمانده. لکن بس دیگه خسته شدیم، این گونه نباشد که هوش مصنوعی ما را به بازی بگیرد. ببندید این هوش مصنوعی را، با خاک یکسان کنید.